خب بریم سراغ آموزش. اول فوکس AI کلاب رو سرچ میکنید. اولین سایتی که مال گوگل کلاب هست بالا میاد، واردش میشید. ساین این میکنید. قبلش حواستون باشه باید اکانت جیمیلتون رو لاگین کرده باشید. ران شدنش چند دقیقه طول میکشه. به سیستم و سرعت اینترنتتون بستگی داره. به دلیل فیلتر بودن سایت لطفاً با VPN وارد بشید. تا موقعی که این لینک ظاهر بشه صبر کنید و بعد روی لینک کلیک میکنید. وارد یه فضایی میشید. به فرض میخواید عکستون رو تغییر بدید. این گزینه ها رو فعال میکنید و بعد وارد این پینت اور اوت پینت میشید. عکس دلخواهتون رو آپلود میکنید و تو مرحله بعد با براشی که در اختیارتون هست قسمتی که میخواید تغییر بدین رو سلکت میکنید. نیاز به تمیزکاری زیاد نیست چون هوش مصنوعی خودش تشخیص میده. بعد تو قسمت ادوانس از بخش دیولپر و بعد تو بخش کنترل این دو تا گزینه رو فعال میکنید تا بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. این گزینه تعداد عکس‌هایی هست که میخواید درست کنید. من خودم معمولا روی عدد 4 میذارم. در اینجا باید پرامپتون رو بنویسید. من میخوام موهاش تغییر کنه، پس مینویسم change hair style. در انتها گزینه جنریت رو میزنید و منتظر میمونید تا عکستون آماده شه. تغییر بقیه آیتم ها هم به همین صورت هست. با گوشی هم میتونید انجام بدید. هیچ مشکلی نداره. همونطور که میبینید 4 تا خروجی بهمون داد. هر تغییری که دوست داشته باشین میتونین انجام بدید. مثلا رنگ چشم ها رو بدین شکل میتونین تغییر بدید. مثل مراحل قبل با براش سلکت میکنید. به هر رنگی که میخواید تغییر کنه تو قسمت پرامپت مینویسید. مثلا میخواین به آبی تغییر کنه. اینو مینویسید. و مثل مرحله قبل جنریت میکنید و در نهایت 4 عکس رو به شما تحویل میده.